سلام، منم ساینا. امروز اومدم سراغتون با یه پرونده‌ای که مال 258 سال پیشه. الیزابت هارکلی در سال 1720 در ناحیه گرینویچ توی لندن در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و مثل اکثر دخترای توی زمان خودش اونم زود ازدواج کرد. اسم همسرش جیمز براون ریگه که شغلش هم نقاش ساختمون و لوله کشیه. الیزابت 16 تا بچه به دنیا میاره ولی فقط 3 تاشون زنده میمونن. 2 تا پسر و 1 دونه دختر. این خانواده اوضاع مالی خوبی داشتن که خونه بزرگ 2 طبقه داشتن که اتاقای طبقه بالا رو اجاره داده بودن. در قرن 18 توی انگلستان یه سری مؤسسه هایی بود که می اومدن بچهای بی سرپرست رو می بردن اونجا. البته همه بچه‌هاشون بی سرپرست نبودن. بعضی از بچه‌ها کسایی بودن که پدر مادرشون توانایی مالی نگهداری ازشون رو نداشتن. خانواده‌های پولدار می اومدن از این مؤسسه ها بعضی از بچه‌ها رو انتخاب می‌کردن و با خودشون می‌بردن. نگاه می‌کردن ببینن این بچه‌ها چه استعدادی دارن و بر اساس تواناییشون می اومدن یه سری کارها رو بهشون یاد میدادن و به ازای جای خواب و غذا و لباس ازشون کار می‌کشیدن. حالا این کارم ممکن بود هر چیزی باشه. مثلا کار توی مزرعه باشه یا کار توی استبل باشه یا خدمتکاری خونه باشه و کلاً از این جور مدل کارها. وقتی یه نفر رو انتخاب میکردن 1 ماه آزمایشی میآوردنش پیش خودشون. بهش کار یاد میدادن و اگر ازش راضی بودن یه قرارداد امضا میکردن و 2 سال اون رو پیش خودشون نگه میداشتن. جیمز شوهر الیزابت اومده بود چند تا از این شاگردای پسر رو آورده بود، بهشون نقاشی ساختمون و لوله کشی یاد داده بود و اونام توی کاراش بهش کمک میکردن. الیزابت هم شغلش مامایی بود و به زنای باردار کمک میکرد و چون خیلی سر شلوغ بود اومد از این مؤسسه 2 تا دختر آورد که حدوداً 14 ساله بودن و سواد زیادی هم نداشتن. اینا رو آورد تا توی کار خونه بهش کمک کنن که اسم یکیشون مری جونز و اون یکی هم اسمش مری میچل بود. ماه اول که آزمایشی بود این خانواده اومدن با این 2 تا دختر خیلی عالی و نایس رفتار کردن. آب و غذای کافی بهشون میدادن، لباسهای خوب دادن که بپوشن، جای خواب خیلی خوبی براشون آماده کردن و کلاً هم کار خیلی زیادی بهشون نمیگفتن که انجام بدن. بعد 1 ماه که اینا قرارداد امضا میکنن که اینا 2 سال بمونن، اوضاع از این رو به اون رو شد. الیزابت روزی 18 ساعت ازشون کار میکشید. با شلاقی که مخصوص اسباس کتکشون میزد. اومد لباسای خوب ازشون گرفت، یه سری لباس کثیف و پاره بهشون داد. یه حصیر خیلی نازک هم اومد کف آشپزخونه پهن کرد، گفت باید روی این بخوابین. و حتی آب و غذای درست هم به اینا نمیداد. این خانواده میشستن غذاشون رو میخوردن. اگر ته بشقابشون غذایی میموند، این ته مونده میرسید به این 2 تا تفلک. و کلاً هم بین این 2 تا دختر با مری جونز بدتر رفتار میکردن. مری جونز خیلی اذیت بود، برای همینم چند بار سعی کرد که فرار کنه. ولی هر بار الیزابت مچشو میگرفت و تنبیهش میکرد. تنبیهش هم اینجوری بود که لباسای مری رو در می آورد، میذاشتش روی صندلی و بیوقفه همینجوری کتکش میزد و فقط زمانی که خودش خسته میشد و نیاز به استراحت داشت دست از کتک زدن این بدبخت برمی‌داشت. یه روز الیزابت متوجه میشه که مری جونز از آب میترسه و برای اینکه اذیتش کنه اومد یه سطل رو پر از آب کرد، سر مری رو گرفت و تا مرز غرق شدن داخل آب نگه داشت. بعد که دید داره خفه میشه از آب میآوردش بیرون و بعدش دوباره سرشو میکرد داخل آب و این کارو چندین بار تکرار میکرد. مری جونز هر دفعه که سعی میکرد فرار کنه یه اتفاق میافتاد که نمیتونست. یه بار پنجره بسته بود، یه بارش در قفل بود، یه بارش همین الیزابت مچشو میگرفت. الیزابت که میفهمه مری جونز همش داره تلاش میکنه تا فرار کنه، میاد مجبورش میکنه تا داخل کمد اتاق خوابشون بخوابه. اتاق خوابشون هم طبقه بالا بود که دیگه اینا حواسشون بهش باشه که این موقع این فرار نکنه. که یه روز صبح زود یواشکی مری جونز از پله‌ها میاد پایین. بعد میدونسته که الیزابت کجا کلیدا رو میذاره. کلیدا رو برمی‌داره، در رو باز میکنه، از خونه میره و فرار میکنه. بعدم میره داخل بازار، از دستفروشا کمک میخواد تا ببرنش بیمارستان که یکی از دستفروشا هم قبول میکنه و مری رو میبره بیمارستان. وقتی دکتر مری جونز رو معاینه کرد فهمید که تمام بدنش پر از جای کبودی و بریدگیه و یکی از چشماش هم کور شده. حالا چجوری کور شده بود؟ گفتم الیزابت با شدت سر مری رو میکرد داخل سطل.
یه بارش اومده بود چشم مری گیر کرده بود به سطل و بریده شده بود و بعدم چون درمانش نکرده بودن زخمش عفونت میکنه و باعث میشه که کور بشه. توی بیمارستان وقتی میبینن این دختر انقدر آسیب دیده، به وکیل بیمارستان میگن که یه نامه بنویس واسه این خانواده و ازشون بپرس که چرا با این دختر اینطوری رفتار کردن و بهشون هم بگو که دیگه مری به اون خونه بر نمیگرده. خانواده برانریک نامه رو نادیده میگیرن و هیچ کار نمیکنن. فقط میفهمن که مری جونز رو از دست دادن و با این اوضاع مؤسسه دیگه نمیذاره که اون برگرده. اون یکی دختر که اسمش مری میچل بود حالا تک و تنها گیر این خانواده اسید افتاده بود و نه تنها الیزابت بلکه شوهرش جیمز و پسر بزرگترش جان هم اونو اذیت میکردن. مری میگفت یه بار الیزابت سرشو محکم توی دستاش گرفته بود، با شستاش انقدر چشماشو فشار میده که از چشماش خون میاد. 1 سال بعد مری میچل موفق میشه که فرار کنه. همین که فرار میکنه پسر کوچیکتر خانواده که اسمش بیلیه اونو توی خیابون میبینه و برش میگردونه خونه. الیزابت هم کلی کتکش میزنه و اونو توی خونه حبس میکنه. توی 18 فوریه سال 1766 الیزابت میاد از این مؤسسه یه دختر دیگر رو میبره خونه به اسم مری کلیفورد که اونم 14 سالش بود و تازه مادرش رو از دست داده بود. پدرش هم کفاش بود و بعد از مرگ مامانه بابا توانایی مالی نگهداری از این دختر رو نداشت، برای همین هم میدادش به این مؤسسه و مثل که چند تا بچه هم بودن میاد همه بچه‌هاشو میده به این مؤسسه ها که الیزابت هم میاد و مری کلیفورد رو انتخاب میکنه با خودش میبره خونه. از اینجا به بعد برای اینکه قاطی نکنین به این مری میگم مری مو قرمز. همون جوری که مشخصه اولش باهاش خوبن، بعد که قراردادو میبندن رفتارشون با این دخترم عوض میشه. همش کتکش میزدن، لباساشو کامل ازش میگرفتن و کلا برهنه بود همش. آب و غذا بهش نمیدادن و این دختر از استرس شبا جاشو خیس میکرده که الیزابت مجبورش میکنه بره و داخل معدن زغال بخوابه. معدن چیه؟ داخل انبار زغال بخوابه. یه بار یواشکی میره آب بخوره، بعد الیزابت میفهمه و اونو به شدت تنبیه میکنه. میاد یه زنجیری رو دور گردن مری مو قرمز میزنه و اونو به حیاط میبنده و انقدر این زنجیر سفت بسته شده بود که همش این دختر احساس خفگی میکرد، نمیتونست نفس بکشه. بعد تازه شبا موقع خواب میومد دستاش هم میبست. الیزابت میومد دستای اون یکی مری هم با طناب میبست به لوله آبی که رو سقف بود و کتکش میزد و اینجا الیزابت نگران میشه، میگه نکنه این دختر آویزونه به این لوله موقع لوله خونم بشکنه. میره به شوهرش میگه، جیمز هم میاد یه قلاب محکم براش وصل میکنه به سقف تا دختر از اون آویزون کنن. یعنی این زن روانی نگران لوله خونش بود، یه ذره دلش واسه این دوتا بچه نمیسوخت. هر موقع الیزابت از کتک زدن اینا خسته میشد، پسر بزرگترش جان میومد پستو از مادرش تحویل میگرفت و به جای مادرش به کتک زدن اینا ادامه میداد. پسرش هم همچین کم روانی نبوده. میومد دستای مری میچل رو باز میکرد، میبردش داخل یکی از اتاقا، بهش میگفت بیا این تخت 2 نفره سنگین رو جابجا کن. خب یه دختر 14 ساله نمیتونست همچین چیز سنگینی رو جابجا کنه و جان از این بهونه استفاده میکرد. دوباره میبرد دستاشو میبست و این دفعه شدیدتر کتکش میزد. یادتونه گفتم این اتاقای خونشون رو اجاره داده بودن؟ یکی از اون مستاجرای خانم فرانسوی بود که یه روز مری توی راهروی خانومه رو میبینه. میره پیشش و یواشکی این بلاهایی که الیزابت سرش میآورده رو براش تعریف میکنه، ولی بهش میگه چیزی به الیزابت نگو. چند وقت بعد این خانم فرانسویه با الیزابت دعواش میشه. برمیگرده به الیزابت میگه من میدونم چه بلایی سر خدمتکارات میاری. اینجا الیزابت قاطی میکنه، میره یه قیچی برمیداره، زبون مری رو میکشه بیرون، از 2 تا جا میبره و بعدم بهش میگه اگه یه بار دیگه این کارو بکنی این دفعه کل زبونتو میبرم. مری میچل بعدن اومد گفتش بعد از این ماجرا الیزابت میره مری مو قرمزو از سقف آویزون میکنه، لباساشو در میاره و اونو خیلی شدید کتک میزنه و میگفت من زخمای قبلی مری مو قرمزو میدیدم که همینجوری باز میشدن و دوباره کلی خون ازشون میومد و 5 بار توی اون روز کتکش زد. پدر مری مو قرمز بود که گفتم کفاش بود و نمیتونست از بچه‌هاش مراقبت کنه. نمیدونم چجوری میره یه زن میگیره. آخه تو که نمیتونستی از بچه‌هات نگهداری کنی چطوری رفتی زن گرفتی؟ خلاصه
این زنه که میشه نامادری مری مو قرمز خیلی زن خوبی بود. میره سمت اون مؤسسه، اونجا تحقیق میکنه که ببینه مری رو به کدوم خونه فرستادن. دیگه خونه رو پیدا میکنه و میره سمت خونه الیزابتینا. میره اونجا در میزنه، میگه که من میخوام مری رو ببینم. الیزابت هم بهش میگه که اون خونه نیست. این اتفاق چند بار میفته و هر دفعه الیزابت این نامادریه رو دست به سر میکرد. بعد این نامادری شک میکنه، میره به همسایه بغلی اینا آدرس خودشو میده، ماجرا رو تعریف میکنه و میگه اگر خبری از دختر خوندم شد بیا به هم بگو. این همسایه 2-3 روز بعد میره از پشت بوم خونش حیات اینا رو میبینه یه دختر خیلی لاغری با موهای قرمز و بدن خونی و پر از زخم افتاده کنار آغل خوکا و اصلا هم حرکت نمیکنه. میره چند تا سنگ کوچیک میاره پرت میکنه سمت این دختر که ببینه زنده است یا نه، که یکی از سنگا بهش میخوره و اون تکون میخوره و متوجه میشه که زنده است. دیگه سریع میره به اون آدرسی که نامادریه بهش داده بود، برای نامادریه تعریف میکنه که آره دختر خوندت زنده است و اوضاعش اینجوریه. همسایه و نامادریه میرن به اون مؤسسه. اونجا همه چی رو براشون تعریف میکنن و مسئول اونجا آقای گراندی بهشون میگه که همین الان بیاین ستایی بریم دم در اونجا و مری رو بیاریم بیرون. اینا میرن دم در خونه اینا، در میزنن، جیمز در رو باز میکنه، بهش میگن برو مری رو بیار. جیمز هم میره مری میچل رو به جای مری مو قرمز میاره و اینجا همسایه میگه نه من اینو نمیگم، اون دختری رو میگم که موهای قرمز کوتاه داشت و کنار آغل خوکا بود. جیمز هم خودشو میزنه به اون راه. اونام که میبینن اینطوری زیر بار نمیره، میرن یه پاسبان میارن تا بیاد اون خونه رو بگرده. پاسبان میاد و خونه رو میگردن ولی هیچ اثری از مری مو قرمز نبود. آقای گراندی عصبانی میشه، مری میچل رو میگیره و با خودش میبره که نور به قبرش بباره، خدا خیرش بده. او میبرتش به مؤسسه و اوضاع مری میچل هم خیلی داغون بود. زخمای بازش چسبیده بودن به لباسش. بعد که اینا میخواستن لباسای تمیز بهش بدن، لباساشو عوض کنن، این دختر همش داشت جیغ میکشید، چون که همینطور که این لباس از بدنش جدا میشد زخمان باش کنده میشدن. الهی تفلک. توی مؤسسه بهش میگن خیالت راحت باشه، ما دیگه نمیذاریم به اون خونه برگردی. اینجا مری میچل خیالش راحت میشه و شروع میکنه به تعریف کردن تمام بلاهایی که خانواده برانریک سرش آوردن و بهشون میگه که آره شما درست گفتین، مری مو قرمز داخل آغل خوکا بود و وقتی که شما اومدین پسرش اومد اونو برد یه جای دیگه. همون موقع آقای گراندی چند نفر رو با خودش میبره تا برن و مری مو قرمز رو نجات بدن. وقتی میرسن میخواستن کل خونه رو دوباره بگردن. اینجا آقای گراندی برمیگرده به جیمز میگه که ما بهت شک داریم که تو مری مو قرمز رو کشتی، برای همین میخوایم دستگیرت کنیم. اینجا جیمز میترسه، میگه نیم ساعت به من فرصت بدین میرم دختره رو میارم. جیمز مری رو داخل یک کمدی توی کابینت قایم کرده بود. میره و مری رو میاره و اینا مری رو که میبینن وحشت میکنن و همونجا جیمز رو دستگیر میکنن. ولی متاسفانه الیزابت و پسر احمقش فرار میکنن. شهردار میخواست این دوتا دختر رو ببینه و ازشون سوال بپرسه. برای همینم وقتی که میبرنشون دکتر از اون ور میرن سمت گیلدهال، جایی که شهردار منتظرشون بود. بعد اوضاع مری مو قرمز انقدر داغون بود که حتی همون مسافت کوتاه هم نمیتونست راه بره و با صندلی سدان میبرنش سمت گیلدهال. بعدش هم برای درمان دوتا مری رو به بیمارستان سنت بارتولومئو میبرن و متاسفانه در تاریخ 9 آگوست 1767 مری مو قرمز بر اثر جراحت از دنیا میره. دادگاه حکم میده که مری مو قرمز عمدن به قتل رسیده. جیمز رو که دستگیر کرده بودن. برای پیدا کردن الیزابت و جانم میان عکسشون رو داخل روزنامه چاپ میکنن تا اگر کسی دیدشون بیاد بهشون خبر بده. جان و الیزابت میرن یه محله دیگه. اونجا لباسای جدید میخرن و قیافاشون رو یکم تغییر میدن. یه اتاقم توی طبقه دوم یه خونه ای اجاره میکنن. جان وقتی میخواسته بیاد پایین از صابخونه شم بگیره، صابخونه که خیلی آدم باهوشی بوده جانو میشناسه. سری میره به پلیسا خبر میده، اونا میان و جان و الیزابت رو دستگیر میکنن که خدا نور به قبر اینم بباره، خدا خیرش بده. الیزابت رو به زندان نیوگیت میبرن و پسرش هم میفرستن یه زندان دیگه. دادگاه در 11 سپتامبر 1767 در اولدبیلی لندن برگزار میشه که مری میچل میاد به عنوان شاهد اصلی اونجا حاضر میشه و تمام اتفاقات خونه رو براشون تعریف میکنه.
پزشک قانونی هم حاضر میشن و توی دادگاه وضعیت جسد رو شرح میدن. میگن که زخمای قدیمی و جدید خیلی زیادی روی بدنش بود که عفونت کرده بودن و تعداد زخما انقدر زیاد بود که حتی نمیتونستن بشمارن چند تا زخم روی بدنشه. و کف پاهاش هم با شلاق نازکی زخم شده بود و بدترین قسمت بدنش هم روی لگنش بود و یه سری زخمای خیلی بزرگی روی اون قسمت بود. سرش هم 6 تا جای زخم داشت و گردنش هم متورم شده بود که دلیلش هم همون زنجیری بود که بهتون گفتم الیزابت به گردنش بسته بود. الیزابت میزنه زیر همه چیز ولی شواهد کافی بودن و حتی شاگرد جیمز هم میاد شهادت میده، میگه که آره من دیدم اینا چه بلایی سرش میآوردن و از این حرفا. در نهایت الیزابت براونریک به جرم قتل عمد گناهکار واقع شد و بهش حکم اعدام دادن، ولی پسرش و شوهرش حکم اعدام نگرفتن، فقط به 6 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شدن. الیزابت در 14 سپتامبر 1767 در تایبورن اعدام شد. اونجا کلی آدم جمع شده بودن، با سنگ میزدنش و وقتی که اعدام شد همه از خوشحالی جیغ کشیدن. حدوداً 16 سال قبل از این جریان توی انگلیس یه قانونی تصویب شده بود که می اومدن جسد مجرما و کسایی که خودشونو از بین بردن و نوزادا رو برای تشریح پزشکی می بردن. اونجا می اومدن یه سری بلیط میفروختن تا مردم بیان و تشریح جسد رو ببینن. خلاصه جسد الیزابت رو هم تشریح میکنن و از روی صورتش یه ماسک درست میکنن و اسکلتش هم میذارن داخل کالج سلطنتی جراحان. جیمز چند سال بعد در حین کار از طبقه 3 سقوط میکنه و میمیره و جان هم میره اسمشو عوض میکنه و به زندگی عادیش ادامه میده. بعد از این جریان توی انگلستان اومدن یه سری قوانین مدنی تصویب کردن که دیگه به این راحتی کارفرما نتونن زیر دستاشون رو تنبیه و شکنجه کنن. میدونید چیه؟ این زن 16 تا بچه به دنیا آورده بود که 13 تاش مرده بودن. بعد آدم اینجا با خودش فکر میکنه پس باید قلب رئوفتری داشته باشه دیگه، یا حداقل اون بچه‌ای که می آورده پیش خودش باشون مهربونتر باشه، دلش بیشتر براشون بسوزه. ولی اصلا اینطوری نبود. بعد که داشتم این پرونده رو در موردش تحقیق میکردم نمیدونم چرا همش یاد الیور تویست میافتادم. کلا فکر کنم توی اون دوره ها خیلی واسهشون عادی بود که انقدر به بچهای بی سرپرست ظلم شه. خلاصه که داستان این سپتامبری خیلی برام دلخراش بود. دوست دارم نظر شما رو هم در مورد این پرونده بدونم. اینم از پرونده الیزابت براونریک. مرسی که تا اینجای ویدیو پیشم بودین. خوشحال میشم اگر ویدیومو دوست داشتین سابسکرایبم کنین. منتظرم باشین تا ویدیوی بعدی. بای بای.